من یه مامان دهه 60ام. میخوام خوراکیایی که بچه‌هام میخورن تست کنم ببینم چه طعمی میده. بچه‌های دهه 60 این بیسکویت توردا رو خوب میشناسن. یکی از خوشمزه های دورای بچگی ماست. بچه‌های من میگن این بیسکویت ها اصلا خوشمزه نیستن مگه اینکه با یه دیپ پنیر خورده بشه. حالا میخوام همراهش یه دیپ پنیر درست کنم ببینم این بیسکویت ها همراه دیپ خوشمزه ترن یا خالی. اول اندازه 2 قاشق پنیر خامه‌ای. حالا به اندازه 2 قاشقم ماست چکیده. خب اینا رو خوب قاطی کنم. یک کوچولو هم سیر بهش اضافه میکنم. خیلی کم. یه قاشق هم روغن زیتون. و یه ذرم شیوید خشک. خب دیپم آماده است. بریم ببینیم با بیسکویت تورت چه طعمی میگیره. خب بیسکویت هم آماده کنم. یک، دو، سه، چهار، پنج و 6 بیسکویت که کافیه. خب حالا ببینیم با این دیپ چه طعمی میگیره. وای به حال بچه های من اگر این بدمزه بشه. خب بچه ها دیپ پنیر آماده است. همتون هم باید بیاین تست کنید. خب بد نبود. اگر طعم جدید دوست دارید میتونید امتحان کنید. نسبتاً خوشمزه است.